باز هم یک دستاورد بزرگ در تاجیکستان. روانمایی از برند زوزو، محصولات آرایشی زنانه با استانداردهای جهانی توسط زلیخا محمدشایوا. سلام به دوستان و همراهان عزیز. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی ما درباره هنرمندان محبوب تاجیکستان. همانطور که در ویدیو مشاهده می‌کنید، زلیخا محمدشایوا، هنرمند شایسته تاجیکستان، طی یک جشنواره باشکوه از برند جدید محصولات آرایشی خود با نام زوزو رونمایی کرد که این خود افتخاری دیگر برای تاجیکستان عزیز ماست. این برند که ویژه محصولات آرایشی زنانه است، با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای جهانی تولید شده و همزمان وارد بازار داخلی و بین المللی گردیده است. در این مراسم باشکوه جمعی از هنرمندان سرشناس تاجیکستان حضور داشتند. از جمله شبنم سریا، نگینه امان قول، خجسته، سراج الدین فاضل، مبارز اسمان و دیگر چهره‌های شناخته شده در عرصه فرهنگ و هنر کشور. مکی در گوشه با می تبدم مردیدی و صدای جالب است بدانید شبنم سریا نیز چند سال پیش عطری را با برند اختصاصی خود به بازار عرضه کرده بود. در سخنرانی خود زلیخا محمدشایوا اظهار داشت: ما این محصولات را با هدف ارتقای کیفیت زندگی بانوان تاجیک تولید کرده ایم تا آنها نیز همانند دیگر زنان در سراسر جهان به بهترین و با کیفیت ترین لوازم آرایشی دسترسی داشته باشند. برند زوزو توان رقابت با محصولات بین المللی را دارد و متناسب با نوع پوست و شرایط آب و هوایی تاجیکستان طراحی شده است. همچنین شایان ذکر است که در پشت این پروژه بانوانی از کشور تایلند نیز همکاری دارند، اما مدیریت و عرضه محصولات کاملا توسط زنان توانمند تاجیکی انجام می شود. در پایان مراسم به برخی از حاضران جوایزی اهدا. در یک برکشی نیز 1 ساعت برند لوکس به بانو خودسسته، هنرمند شایسته تاجیکستان، تعلق گرفت. هنرمندان با سرودها و اجراهای زیبای خود فضای مراسم را خاطره انگیز ساختند. دوستان و هواداران گرامی، اگر از این ویدیو لذت بردید لطفاً آن را لایک کرده و برای تماشای ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب نمایید. تا دیدار بعدی، شاد، سلامت و موفق باشید. خدا نگهدار.